من سلام عرض می‌دارم با همه اونهایی که 11 دکبر رو انتظارند. این نخستین روزنامه رسمی ترانه میوزیک اوارد 2021 است. ما درباره جریان کارهای آماده‌بینی و جشنواره حرف میزنیم. دوم درباره حیات و فعالیت اشتراکچیون، سوم درباره ترانه‌های انتخاب شده و دیگر جزئیات مهم و شما اطلاعات سری وقتی را پیشکش خواهیم کرد. تقریباً 15 یا 16 نفر باید در روی صحنه در لایحه ترانه میوزیک اوارد برایند هنرنمایی کنند و امروز درباره دو نفر گفتیم حرف میزنیم. یک نفرش یک دختری زیبا است، خیمچه میان، صدف دندان، آلوفته، خوش آواز. این دختر از آمریکا برگشت همین تیر ماه آمد و در حال فرو رفت با کارهای ایجادی. در آمریکا ما گفتن آمد که یک ترانه را با نام پرژن گل ثبت کرد و الکی شما فهمیدید که این مهرنگاری رستم است. مهرنگاری رستم یکی از اشتراکچیان لایحه ترانه میوزیک اوارد 2021 است. مهرنگاری رستم به تاجیکستان برگشت و در همکاری با آهنگسازان ایرانی تبار یک ترانه بسیار زیبایی را ثبت کرد. نماهنگ یعنی موزیک ویدیوی این ترانه را مهرنگاری رستم در تاشکند پایتخت ازبکستان رفته به نوار گرفت و عین زمان در حالت تهیه و بندوبست است. همچنین یک سلسله عکس های بسیار جالب را در صفحه اینستاگرام خود مهرنگاری رستم نشر کرد که از سلیقه و سبک ویژه مهرنگار درک می‌دهد و ما حتما به شما میگویم که کدام ترانه را مهرنگاری رستم در لایحه ترانه میوزیک اوارد 2021 پیشکش شما میکند. این ترانه میتواند یا ترانه انگلیسی باشد یا ترانه تاجیکی باشد یا یگان ترانه میکس. به هر صورت سورپرایز ما و شما را انتظار است. با اشتراکچی دیگری لایحه ترانه میوزیک اوارد 2021 طریق تلفنی صحبت کردم. انیق‌ترش نمیدونم با کدام یک مسنجر ما صحبت کردیم، صحبت صوتی یعنی آوازی داشتیم و گفت که الان در امریکا قرار دارد و من گفتم که ما 11 دکبر تصمیم داریم که شما رو به این لایحه دعوت کنیم. گفت با جان و دل، خواه در امریکا باشم خواه در اروپا، من حتما روزی 11 دکبر حاضر میشوم، به شهر دوشنبه میایم و در لایحه شما شرکت میکنم. میدونید این سراینده کیست؟ این سراینده ستاره درخشان و تابناک استرادای تاجیک جانیبک مرودوف است. فرزند هنرمند مردمی تاجیکستان جورابک مرودوف، هنرمند مردمی اتحاد شوروی. جانیبک از امریکا برگشت و همه ما شما میدونیم که رابطه های همکاری جانیبک مرودوف با سراینده های دیگر کشورها خیلی زیچ است و در طربخانه بخارا همین نزدیکی ها جانیبک مرودوف با یلدوز توردی و سراینده ازبکستان یک شام خیلی زیبای ایجادی رو پیشکش مخلصانشان کردند. عزیزی دیلم به تو همه ظلمانی، عزیزی دیلم به تو همه ویرانی. یک شام بود مثل شیر و شکر، یعنی ترانه ها هم با فارسی صدا دادن تاجیکی و هم با زبانی ازبکی. خلاصه خوشمندانشان بهره برداشتند. در سال 2021 کارهای ایجادی جانیبک مرودوف زیاد بودند. یک ترانه نه، یک چند ترانه نشر کرد. می‌بینیم از بین این ترانه ها کدامش را جانیبک تقدیم مخلصانش می‌کند. دوستان عزیز، تا برگزاری جشنواره ترانه میوزیک اوارد 2021 3 هفته ماند. دلم میزند. برای همین دوستان عزیز منتظر شوید خبرهای تازه به تازه را از آماده‌بینی ما، یعنی گروه کاری مأمورین جشنواره ترانه میوزیک اوارد و از کارهای ایجادی اشتراکچیان یعنی سراینده هایی که روی صحنه میآیند. ما خبرهای تازه به تازه را پیشکش شما میگردانیم. اینجا خداحافظی میکنیم. روزنامه های نوبتی را منتظر باشید.